با مناسبت روز عمومی جهانی محیط زیست در میدان پرچم دولتی شهر ترسونزاده با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی، سابقه‌داران ساحه، دایره وسیع کارمندان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر چاره‌بینی تنتنوی برگزار شد. در ابتدا مهمانان و اشتراکداران چاره‌بینی از نمایشگاه اکولوژی که از نمونه هنرهای دستی، گوشه زنده، رسمهای اکولوژی و گوشه ناظران سبز عبارت بود دیدن نموده با کارهای ایجادی خوانندگان بهای بلند دادند. نمایندگان مقامات محلی شهر ترسونزاده حاضرین را به این مناسبت تبریک نموده بیان داشتند که مسئله حفظ محیط زیست از مسائل عمده جامعه جهانی به حساب رفته در کشور ما به این مسئله دقت جدی ظاهر می‌گردد. امروز در شهر ترسونزاده چوره‌بینی بخشیده به روز عمومی جهانی حفظ محیط زیست که در نزد پرچم دولتی جمهوری اسلامی برگزار گردیده است. در این چوره‌بینی مؤسسه‌های تعلیمی مرکزی شهر و اینچنین رئیسان جماعت‌ها با حدود جماعت استخدام کنندگان و اینچنین کارخانه تشکیلات مؤسسه‌ای که به واسطه با شعبه حفظ محیط زیست شهر فعالیت می‌کنند در اینجا اشتراک نموده. تا امروز از طرف شعبه حفظ محیط زیست اکسی‌های گذرانده شد، اساساً اکسی‌های تازگی راه، تازگی ساحل محل که در این اکسی‌ها زیاده از 10-12 هزار اهالی اشتراک نمودند که 18 مرتبه اکسی تازگی ساحل محل و راه گذرانده شد. امروز اون سابقه‌دارانی که در کل سالها در شعبه حفظ محیط زیست شهر ترسونزاده فعالیت نموده بودند با سپاسنامه شعبه و اینچنین سپاسنامه رئیس شهر و تحفه‌های خاطرمان سرفراز گردانده شدند. گفتم به مورد است که شهر ترسونزاده یک از شهرهای بزرگ صنعتی و کشاورزی به حساب رفته از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و مردم مهنت دوست شهر به مسئله حفظ محیط زیست و عالم نباتات و حیوانات اهمیت جدی روانه گردیده و با این مقصد قرارهای دخلدار رئیس شهر به امضا رسیده جهت اجرای آنها از طرف کارخانه و تشکیلات جماعت‌های دهات و مؤسسه و خواجگی‌های شهر چاره‌های ضروری اندیشیده شده ایستاده است. بعداً برای همکاری‌های سودمند جهت تطبیق سیاست اکولوژی و بلند برداشتن معرفت اکولوژی ساکنان یک قطار جماعت‌های دهات، کارخانه و تشکیلات و سابقه‌داران ساحه با سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده قدردانی کرده شدند. در ادامه غالبان آزمون اکولوژی در نامیناسی‌های رسمی بهترین، شعر بهترین و کار معماری بهترین با افتخارنامه تحفه‌های شعبه حفظ محیط زیست شهر سرفراز گردیدند. در قسم فرهنگی هنرمندان شعبه فرهنگ شهر و خوانندگان با سرود و شعر و ترانه‌ها زیبایی‌های طبیعت وطن را وصف نمودند. صابرجان سعید، عبیدالله اسمت الله، شهر ترسونزاده، جهان نما.